الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران بسیار عزتمند. اگر چند افیران که باشه دیروز در چند مسائل صحبت کردیم از مسائلی که چگونه غسل کردن میت بود. الحمدلله و المنه چند مسئله اوی را در بیان مرده بیان میکنم. الله هم افیران که باشه هم صحبت سوال و جواب اسلامی میروه. یک مسائلی میروه که هر برادر هر خواهر که گوش کنه تا که یک برداشت برای خود داشته باشه انشاءالله عمل کردن نصیب و روزی بگردونه و در جاده اسلام مستحکم و استوار بگردونه. امروز هم که باشد در بابت مسئله که از کتاب خلاصة المسائل است به شما سخن میکنیم انشاءالله. دقت گوش کنید انشاءالله که هر چیزی مهمی در کاری که هست به خودتان میگه. الله همه ما و شما را نگهبان باشه. در احکام نماز جنازه دین بیان غسل میت، احکام کفن کردن، طرز کفن کردن دین صحبت کردیم. امروز که باشه احکام نماز جنازه دا میگذاریم. احکام نماز جنازه. نماز جنازه در حقیقت دعا است برای میت در پیشگاه ارحم الراحمین. اصلی همی بگیم نماز جنازه یک دعا هست، یعنی نماز میکنه دعا میکنه در حق میت که چی شوه خداوند مهربان به هر میت رحم کنه. مسئله 674 شرایط نماز جنازه همان شرایط نماز است و به اضافه اینکه خبر مرگ به آن برسد. همون شرایط بگیم شرطایی که در نماز است. مثلا چی بگیم در نماز؟ رو به قبله و تن بدن پاک، بدنت پاک باشه، مثلا همو لباست پاک باشه و همه و به اضافه اینکه خبر مرگ به آن برسد. مثلا هر وقتی که هر برادر فهمیده که بندگی کرده است، هر برادر هر خواهر بعداً چی میشه؟ حاضر میشه. نماز به خودش وقت داره. نماز جنازه وقتش هم وقتی یک انسان بندگی کنه. و اگر کسی از فوت جنازه اطلاع پیدا نکرد معذور است و بر اون نماز جنازه واجب نیست. رفته و خبر نداری نماز جنازه را که خوندن اینجا در گردن واجب نیست، به خاطر خبر نداری. وقت خبر که داشته باشید در گردن چی میشه؟ واجب میشه. برادرها هم این صحبت هم تا که به دیگر برادرها هم روان کنید تا که این مسئله را گوش میکنه انشاءالله در ثواب اون شریک میشه. مسئله 675 برای صحبت نماز جنازه دو قسم شرط است. دو شرط داره. شرط گفته ای واجبی است. یک تعلیق به نمازگزار دارد و دیگر تعلیق به میت. دو شرط دارد. تعلیق به هم آدم نمازگزار داره، دیگرش تعلیق بر هم آدم مرده بگیم. میگذاریم احکام نماز جنازه را فهمیدیم. شروطی که در نماز جنازه تعلیق به نماز خواننده دارد. چیزی که تعلیق به همون آدمی که نماز جنازه را میخونه به همون تعلیق داره. چی شرط باشن؟ یا شرطی که در نماز جنازه تعلیق به نماز خواندن دارد، یکم طهارت داشته باشه. خواننده داره همون آدمی که نماز جنازه را میخونه باید طهارت داشته باشه. دوم ستر عورت داشته باشه. ایتین افتاده قبله را استقبال قبله باشه، استقبال رو به قبله باشه. اگر نماز جنازه را به طرف قبله نه به دیگر طرف بخونی درست نمیشه. چهارم نیت هم چی باشه؟ در نماز جنازه شرطه. این شرطایی که تعلیق به آدمی نماز. شروطی که در نماز جنازه تعلیق به میت داره. او شرطایی که تعلیق به میت داره او چی هست؟ نماز میگذاریم. شروطی که در نماز جنازه تعلیق به میت دارد، میت مسلمان باشد اگرچه فاسق، البته بر یاغی و دزد و قاتل والدین نماز جنازه خوانده نشود، به شرطی که یاغی و دزد در حالت جنگ و درگیری کشته شود. اینه مسئله که امروز بسیار در همه مهم است.
چی مسئله مسلمان باشد اگر چی فاسق هم باشد باید نماز جنازه چیکار کنیم بخونیم. البته بر یاغی گفته آدمای سرکش، آدمایی که مقصد بین مسلمان ها اختلاف میاندازن، هم و دزد یا آدم دزد باشه و قاتل الوالدین یا کسی پدر مادر کشتگی باشه نماز جنازه خوانده نشود. میگه با این گروه نماز جنازه را نمیخونیم به شرط اینکه میگه که یاغی و دزد در حال جنگ و درگیر کشته شوند. لکن همین ها در حال درگیر مقصد چیه؟ همون پدر مادرش کشت است توبه نکرده همون تا که مرد با او جنازه نمیکنن، یا اینکه همون یاغی که بین مسلمان ها فتنه انداخته است جنگ جنجال کردن به همون نماز در همون حال بره جنازش نمیکنیم. لکن توبه کرده از همون کار یا که دزد بود در همون حال دزدیش که مرد جنازش کن میشه، لکن توبه که کرد و نماز جنازش خونده میشود. مسئله 670 پدر یا مادر بچه مسلمان. مسئله 676 اگر پدر یا مادر بچه مسلمان است بر چی نماز خوانده شود؟ میگه که اگر پدر یا مادر بچه مسلمان است بر چی نماز خوانده شود؟ پدر یا مادر بچه مسلمان است بر چی نماز خوانده شود. مسئله 677 میت از کسی است که زنده باشد و بمیرد. اگر مرده یا مادر بچه مسلمان است اما مقصد ای مسلمان باشه مثلا کافر را جنازه کردن میشه، لکن ای کافر باشه و ایمان وردگی باشه بعدا جنازهش کم میشه. لکن همو میت عبارت از کسی است که زنده باشد، همو زنده به دنیا اومده باشه و بمیرد. اگر مرده به دنیا بیاید میت نیست، لکن همو زنک همو که تولد کرده تولد کردن در مردگی بود ایرا ما آدم زنده حساب نمیکنیم. این آدم جنازه کرده نمیشه، آدم را جنازه کرده میشه که او نفس بکشه ای دنیا یک چشم هوی داشته باشه مثلا یک جان داشته باشه و نماز بر آن خوانده نشود. میگه کفن میت از نجاست حقیقی و حکمی پاک باشد. همون کفن هم چی باشه؟ از نجاست حقیقی گفته نجاست را میگن که دیده شود. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمد برادر جان. مسئله را کم کم زمزمه کنیم یا رو دوستا را تقسیم کنیم فایرات ان شاء الله که گوش میکنم با دست و شما شریک میشه. مسئله دوم بدن و کفن میت از نجاست حقیقی و حکمی پاک باشد. نجاست حقیقی چی را میگن؟ نجاستی را که مثل پیشو مثل نجاستی که ای قفاش میبره. حکمی چی را میگن؟ حیض نفاس جنوب یا حکمی هستن، یعنی شریعت حکمش کردگی به خاطر که او حیض نفاس دیدن نمیشه و کو ایامیو پاک باشه، یعنی غسل کردگی باشه پاک باشه. از اینا چی باشن؟ پاک باشن به خاطر که اینها شرط مهم است. این مسئله شرط مهم است ان شاء الله. یعنی در همین وقت همین زنگ زنیشون با می بدون کفن میت حقیقی باشد. از خود میگه که و حکمی پاک باشد. البته اگر نجاست حقیقی از خود آن بیرون آمده باشد و دور کردن اون باعث حرج است نماز جایز است. لکن همو نجاست حقیقی مقصد پیشو شقاق کردیم یا نجاست عقفاش اومده همو را پاک کردیم نگاه کنیم با اومده است با همین لتر تر میکنن توزه میکنن چی میکنن اگر چند جوش آلوده هست دیگه شر نیست که غسل دوباره اعاده کنن هم تا نماز جنازه شما چی میشه؟ درست میشه. مسئله 678 اگر میت از نجاست حکمی پاک نباشد، حکمی را گفتیم که جنوب یا زن در حیض یا در نفاس پاک نباشد یعنی اون را غسل یا تیمم نداده باشند نماز جایز نیست مگر اینکه بدون غسل دفن شده باشد که بر قبر اون نماز جایز است. انا مسئله بهترینه یک زنک بگیم در حیض بود یا در نفاس بود یا ما یک مردک جنوب بود همون را غسل ندادن همون چی کردن نماز جنازه شد دادن درست نیست، باید نماز جنازه نکنن. کی میکنن؟ وقتی که غسل کرده شود. این یک مسئله. با مسئله که هم یک دوری بود که مقصد جنگ و جنجالا بود نشید همون زنک در حیض بود یا در نفاس بود یا مردک جنوب بود جایی نیفتن که بشوان دیگه هیچی او پو نبود همون در قبر گذاشتنش. انا در همون قبر گذاشتنش همون بگیم که یک رفتن تو بیگاه گشتن بدن در همون قبر بر قبرش نماز جنازه چیه میگه؟ جایزه.
و اگر بدون غسل دفن کردند باید که مجددا بر قبر آن نماز خوانده شود. لکن انسان که همون انسان چی بود، جنوب یا در حیض بود زنک یا در نفاس بود یا اینکه همون را تیمم نداده در قبر که هم تا جنازش کردن در قبر که گذاشتنش، بعدا یک عالم پرسون کردن که ما همون را غسل نکردیم، هم تا جنازش کردیم، در حیض بود یا در نفاس بود، دوباره بر نزد قبر او رفته نماز جنازه را میگه اعاده کنند. همون را میگه بر قبر اون نماز جایز است. و اگر بدون غسل یا تیمم نماز خواندن دفن کردن باید مجددا بر قبر اون نماز خوانده شود و نماز اولا جایز نیست، او والا خوندگیش درست نیست میگه، با خاطر که او در حالت حیض نفاس بود. مسئله 679 اگر بدون نماز دفن شد تا 3 شبانه روز بر قبر اون نماز خواندن جایز است. بدون نماز یک انسان نمیدونست نماز جنازه را چگونه بخونه، پدرش بود یا مادرش بود یا یگون کس بود در قبر گذاشت، بعدا یا عالم گفت بره همتری نماز جنازهش که تا 3 روز هم که بیا در قبر همون در پیش قبرش نماز جنازهش چیکار کنه بخونه. مکان برای گذاشتن من شرط نیست، مقصد چیه که در جای نماز مکان شرطه، مثلا اینا که بگیم که همون جایی که نماز خونی، جایی که نماز میخونی جای نماز همون زمین پاک باشه، لکن در نماز جنازه نیست. فهمیدی؟ میگه که امر شرط نیست. لذا اگر زمین یا تخته یا تابوت کثیف باشد طوری که کفن نجس نشود و میت بر آن گذاشته نماز خواندن شود، نماز جایز است. اگر همون تخته که مرده در بالای همون کفن جزیر نکنه، کفن بی نماز نکنه، چیه جایزه میگه. عورت میت پوشیده باشد و اگر میت کاملا برهنه باشد نماز جایز نیست. همون کفن که اگه پوشیدگی باشد نماز جنازه درست میشه. رفته و در یک بیابونی هست هیچ کفن هیچ لباسی نیست که همون کفن کنی، در اینجا نماز جنازهش درست نیست. میت جلوه نمازگزاران گذاشته شود و اگر در عقیب باشد نماز جایز نیست. همون را جلوه در پیش نمازگزاران چکو میکنه، در هم پیش نمازگزاران میسته. اگر ای برش مونن میتا یا ایو بر مونن یا ای پش مونن ایتا درست نمیشه، جایز نیست. پنجم میت آنچه میت بالای آن است بر زمین باشد، اگر بالای دست مردمان یا ماشین و غیره باشد نماز جایز نیست میگه. همون میگه که میت یا آنچه میت بالای آن است بر زمین باشد اگر بالای دست مردمان یا ماشین و غیره باشد نماز جایز نیست. همون میگه که مثلا مردمای طبقه پنش مردم جنازهش نه درست نمیشه، در زمین موندگی باشه یا هم تخته هم سه هم که موندگی باشه، او تخته در بالای زمینه کو در همین چی میشه جایز میشه. ششم موجود بودن میت و اگر میت موجود نباشد نماز جایز نیست. همون بدن مرده چه شرط مهمه باید چه خاطر؟ بخاطر که در مذهب شافعی رحمه الله جنازه غایب درسته، یک انسانی را که در شهر دیگه میبرد در همین نماز جنازش میکرسته، لیکن مذهب حنفی میگه که نماز بر غایب جایز نیست. میگه خیلی مسئله های فروعی هستند که همگون میدونید. اگر میت نباشد نماز جایز نیست. مسئله 681 در نماز جنازه دو چیز فرض است. انا در همین نماز جنازه دو فرض است. اکثریت ما شما همین را نمیدونیم. یکم 4 مرتبه تکبیر گفتن، همون 4 تکبیرایی که میگین همون چند فرض است. دیوم قیام و بدون عذر ترک قیام جایز نیست و در این نماز رکوع و سجود و قعده نیست. دو فرض است، یکم همون 4 تکبیر، دیوم قیام راست ایستادن. اگر یک انسان به عذر هم نشست هم نماز خون نماز درست نمیشه، باید که چیکار کنه؟ هم راست ایستاده نماز جنازه را بخونه و هم تکبیران چه فرض. اگر یک چکی فراموش کرد نماز جنازه اعادهش شرط که باید سر بخونه. الحمد بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و اللهم صل علی و بارک علی میخونید. سیم دعا برای میت، او دعای میخونی که مقصد برای کودکا و پسرچه دیگر دخترچه دیگر آدم کلان سال دیگر در مسئله
683 جمع یک نفر نماز جنازه را بخواند فرض ادا می شود. نیست که جمع بهتر خوبتر میگه. این است که میت جلوه گذاشته اک طریق میت جلوه گذاشته اون استاده شود در راست سینه‌اش میسه و همه این را نیت بنمایند. نماز میخوانند برای خدا، ثواب برای میت، اقتدا کردن به امام حاضر. بعد از نیت الله اکبر گفته هر دو دست را بلند کرده ببندد و بعد سبحانک اللهم را تا آخر بخواند. سپس را برادر گوش کنید، دستها را بلند نکند و همون درودی که در نماز خوانده می شود بخواند و بعد از خواندن درودها تکبیر سوم را بگوید. درودها هم اللهم صل علی محمد را میگن بدون اینکه دستها را بلند نماید. و اگر میت بالغ یعنی به بلوغت رسیده باشد خواه زن این دعا را بخواند اللهم اغفر لحینا. وقتی که به بلوغت رسیده باشد چی مرد باشد چی زن این دعا را میخواند اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غایبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و الانثانا اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام و من توفیته منا فتوفه علی الایمان. زنده ما و مرده ما و حوزه از ما این دعا رو بخونن. اگر پسر بچه باشه لکن نابالغ باشه کودک باشه اللهم جعل لنا فرطا و جعل مشفعا. ترجمه و برای ما موز و ذخیره عاقبت و بگردان او را برای ما شفاعت کننده و شفاعت او را در یعنی او وقتی که به بلوغت رسیدگی نیست حالا گناه کردگی که نیسته به همین خاطر همین دعا را میکنی که لنا فرطن اجعل لنا بگردون یعنی خدایا بگردون همین را برای ما پیش رو در بهشت و اجعل لنا اجرا و ذخرا این را برای ما ذخیره بگردون و اجعل لنا شافعا بگردون همین پسرچه را برای ما شفاعت کننده به خاطر که او گناه ندارد اون معصوم است. و اگر دختری اگر دخترچه باشه اجعلها میگن و به جای شافعان شفاعتن میگن و به جای بگوید یعنی همین اگر که رفته و دخترچه باشه اللهم اجعل هونو میگه و اللهم اجعل هولا جعل مشفع میگه بعد از اینکه دعای تکبیر چهارم گفته بدون اینکه دستها رو بلند کنن به دو طرف سلام ده آهسته. مسئله 686 نفر صف اول، دو نفر صف دوم و یک نفر صف سوم رو تشکیل دهند. نگاه کن با در صفو هم چکگن که اما 3 صف کنن بهترین میشه. نگاه کن 7 نفر باشن یا تش امام میشه 3 تگش در صف اول میشه 2 تاش باید تگه با در آخر 3 صف میشه. 3 صف بستن بسیار میشه خوب میشه و ثواب میشه. مسئله 687 هرچی نماز فاسد میکنه نماز جنازه هم فاسد میکنه. البته در نماز جنازه خنده قهقه وضو رو فاسد نمیکنه لکن در نماز جنازه این فرقیت هایی که وقتی انسان خندید طهارتش نمیشکنه نمازش فاسد میشه نه که طهارتش نمیشکنه و اگر با زن از لحاظ صف مقابل شود فاسد کننده نماز نیست. اگر یه زن اینا در نماز فرضی ای که مثلا نماز 5 وقته میخونیم پیشین باشه یا عصر باشه یا زن اومد بر ببر ایستاد نماز ما فاسد میشه. اگر در نماز جنازه اومد در بر ما که ایستاد نماز فاسد نمیشه. مقابل فاسد کننده نماز جنازه نیست در صورتی که مقابل در نماز فرض نماز مرد رو فاسد میکنه. قهقه در نماز این کو سجود داره اگر بخندی هم نماز فاسد میکنه هم طهارت نمیشکنه لکن در نماز جنازه نماز فاسد میکنه و طهارت نمیشکنه. مسئله 688 خواندن نماز جنازه در مساجدی که نمازهای پنجگانه و جمعه و عیدین خوانده میشود مکروه است.
چی مایید داخل مسجد باشد یا چی خارج مسجد. همین نماز جنازه را در مسجدایی که موزه اکثریت ما و شما در وطنهای ترکستان همین کارا میکنن. همون را میگه که در مسجد همون جنازه را کردن چیه مکروه، باید که یک صحنه یک بیرون باشه. همون را میگه مکروه و عیدن خونده میشد چی مایید داخل مسجد باشد یا خارج مسجد. اگر دیگر ما که جو که نداریم همین کارا میکنیم، خوبتر بهترش که میره در مسجدها کردن نشود. مسئله 689 تأخیر نماز جنازه برای ازدیاد جماعت مکروه است. ازدیاد جماعت مکروه است. بسیار تأخیرش کنن دیر بخوننش مکروه. باید نماز جنازه هر چی بر وقت خونده شود. مسئله 690 خونده نماز جنازه نشسته بدون عذر مکروه است. نماز جنازه را نشسته بدون عذر مکروه است. میدی همین نماز جنازه که دوجا گفتیم قیام فرضه، اگر آدم بگیره همتا نشسته مکروه است، نماز جنازهش درست نمیشه. مسئله 691 اگر چند جنازه باشد به هر یک علاهده نماز خواندن بهتر است و اگر همه پهلوی هم گذاشته شود و به هر یک نماز خوانده شود نیز جایز است. اگر 5-6 تا مرده اگر هر یک تهمود عدل نبخونی این خوبتر بهتره، لیکن همه همون را جمع کنی که یک باره نماز جنازه کنی چیه درسته. مسئله 692 اگر میت ها از اصناف مختلف باشند اول مردها، دوم پسرها، سوم زنها و چهارم دخترها گذاشته شود. نه که هم مردها فرقیت هستن، مرد زن کودک کمتری هستن، اول مردها را بگذارن در صف اول همونجا تاوتا، بعدا زن بگذارن، بعدا کودکای نابالغ. میگه که اگر میت ها از اصناف میگه مختلف باشن اول مردها، دوم پسرها را، سوم زنها را و چهارم دخترها گذاشته شود و چهارم دخترایی که میدن مقصد. مسئله چهارم دخترها گذاشته شوند. مسئله 693 اگر کسی بعد از اینکه امام چند تکبیر را گفت رسید فوراً تکبیر نگوید بلکه انتظار بکشد وقتی که امام تکبیر گفت تکبیر و داخل جماعت گردد و همین که امام سلام داد بقیه تکبیر را بدون اینکه چیزی بخواند بگوید و اگر وقتی رسید که امام تکبیر چهارم را گفتند فوراً تکبیر بگوید و داخل شود و بعد از سلام دادن امام تکبیر را بگوید. این یک آدم مثلا به حد مهم است، میره که امام نو یا تکبیر اوت یا دو تکبیره میره همو در اونیت جنازه را نمیگوید، همو امام تکبیر اول که گفتنش یا تکبیر دیگه گفتنش قیش الله اکبر تکبیر را میگوید. او دعاها و سنت مستحب هستند، همو شرط هم تکبیرها همون تکبیر میگوی. اگر که سه تکبیر دایره کوي چهارم تکبیر قای امام میگوی، بعد امام سلام که دو سه تکبیر دیگر خدمت میگوی. به همین طریق نماز جنازه را چیکار میکنی؟ اگر همون آخرش دا اومدیم تکبیر چهارم شک دایره کردی امام سلام که داد سه تکبیر دیگر خدمت میکنی میشه درست میشه. مسئله 694 اگر کسی در اول جماعت مستعد و آماده برای شرکت در جماعت بود ولی به واسطه غفلت داخل نماز نشد، هنوز که امام بعد از تکبیر مشغول خواندن سبحان الله می باشد فوراً تکبیر اول را بگوید و شریک نماز شود و تکبیر به شرطی که پیش از این که امام تکبیر دوم را بگوید شریک جماعت گردد لازم نیست. این نگاه که میگه انسان وقتی که اومد امام الله اکبر میگه با نماز جنازه شروع میکنه، این انسانی قیس شد امام دست سبحان الله ما در حال همونجا میگه که چیکار کنه عجله کنه تکبیر بگوید، میگه نبیسه، میگه مرا شرط نیست که دیم تکبیر بگو با این تکبیر رو بگو خودش. مسئله 695 برای امامتی مقدمتر از هر کسی رئیس جمهور یا پادشاه اسلام وقت است و اگر نبود حاکم شهر و یا بعد قاضی و بعد نائب قاضی و اگر نائب نبود امام مسجدی که میت در آن نماز میخوانند یا ولی یا کسی که ولی با آن اجازه میدهد. انا که حکم پیشدرویی برای امامتی مقدمتر از هر کسی رئیس جمهور باید همون پریزیدنت همون دولت نمازخوان باشه، مسئله را بدونه، با ای اسلام از قرآن آگاهی داشته باشه همون پیش میدره، یا پادشاه اسلام اگر که اون نباشه پادشاه اسلام وقتی هست هم پادشاه اسلام میدره و اگر نبود حاکم شهر
همون کسی که شهر چی میکنه مقصد با اسم بگیم که یکم علیم یکم قاضی بعد قاضی و بعد نائب قاضی نباشد نائبش جانشینش میسته و اگر نائب نبود امام مسجد که میت رو همون امام محله یا ولی بگیم صاحب همون به همین ترتیب نماز جنازه را میخونن. مسئله 698 اگر بدون اجازه ولی کسی که مستحق امامت نبود نماز خوان و ولی میت میتواند نماز را اعاده کند و اگر مستحق بود نمیتواند. یک انسانی که بیگانه بود مقصد بگیم که اومد یک آدم همون کوچه چکو کرد بیگانه بود اومد هم تا در نماز جنازه را خون یک همون اکش بود هم میت اکش یا دودارش در رسید گفت شما را کی گفت که نماز جنازه را کنی ای پیش تو کردی دیگه مردم چی نگفتن هم اکش دودارش چیکار میکنه حق داره که نماز جنازه را بگیره با سر کنه حق داره لیکن غیر ولی اگر که همون انسانی که یک مسئله دی مسئله این که اگر همون کسی که نماز جنازه را گرفته است خونده است همون اکش بود با دودار همون بگیم مرد اومد دودار مرد اومد گفت چه معنی نایستوده بگیرید نماز ای سر کنی اینجا اعادهش نمیکنم به خاطر که او اکش هم ولی های ای دودارش هم ولی های او که اعاده کی کرد ای دودارش حق اعاده کردن نداره. این بعد شروطای نماز جنازه شروطایی که نماز جنازه تعلق به میت دارد. اگه احکام دفن میت میخونیم و انشالله که میکنیم احکام دفن میت انشالله این مسئله بهتر برای انسان هایی را که کوشش کنه که عزیزان دل هم مسئله را هم گوش کنه یاد میفهمه با یگون برادران که روان که یگون سب فهمه انشالله بود حساب اون شریک میشه. احکام دفن میت مسئله 697 دفن کردن میت مانند غسل و نماز خواندن بر آن فرض کفایه است. فرض کفایه است مثلا چه فرض کفایه فرض کفایه چه یعنی فرض کفایه این که فرض کفایه چخیلی که یک قشلو یک از دو کس برای نماز جنازه کلش ساقط میشه یا اینکه بگیم که فرض کفایه که از ای همون قشلو یک از دو کس رفت ای گردن دیگر رو ساقط میشه یا یک کس همون مرده را که شوشت ای گردن دیگر رو ساقط میشه همین دفن هم همون تای اگر از همون حالا یک کس رفت از گردن دیگر روش چی میشه فرض ای گردنش ساقط میشه. مسئله 698 بعد از نماز فوراً میت رو به سوی قبرستان بردن مستحب است. همین مرده که مرد باید معنیش نکنن جنازهش که کردن در حال به قبرستان برانش. مسئله 699 اگر میت بچه کوچک است دست به دست بردن آن مستحب است نه که بچه که میده که خردسال باشه او را دست به دست همدیگر بکنن این خش برای این خش او برای خوبه همین و اگر بزرگ است به تابوت گذاشته 4 پایه آن را 4 نفر گرفته ببرند اگر که کلان سال که باشه در تابوت برند کودکی باشه هم دست به دست برنش خوبه و بدون عذر بالای ماشین و غیره یا یک نفر آن را نبرد بدون عذر اگر از قبرستان ها که دورن با ماشین ها میبرن اگر بدون عذر که باشه با آنها نبرن بهتره به دست برن خوبه. مسئله 700 بردن میت رو به سرعت نه به اندازه که جنازه حرکت کند سنت است. همین مرده را تیز بری و لیکن نه به سرعت ایتری دق میگن در مسئله ایتری جمونده مرده بازی کردن نروا تیز بری و لیکن نجم به همون مرده همون تابوت نجمونن تیز برن همین چیه سنت است به خاطر که مرگ برای مرده خوب است. اکو ای برادر جون هست که چند روزه من کردن مکروه های در مذهب چی نزد علمای مذاهبی پیغمبر نگاه که در دور رسول الله صلی الله علیه و بدن از دنیا گذشتن بعضیش در همین اسپانیا بود بعضیش در این بگیم که ترکیه بعضیش در ایتالیا هم دولت اسلامی که بدن وقتی پیش صحابه بندگی میکنن همون جا دفنشون میکنن رنگ امروزه و یه هفته جمع نمیکردن با بطاریستان رو میکنن همه جو زمین خدا های لیکن در هم قبرستان خریستانی دفن کردن نشه بلکه یا جا عدل ندفن کرده شد
همه جا زمین خدا های برادر جان مکروه. اگه امروز میگیرن من میکنن میگیرن روان میکنن، اگر نه مردر من کردن مکروه. حتی بعضی صحابین فاطمه دختر رسول الله صلی الله علیه و آله نگاه کن میگن شب مرد همون شب دخوا گذاشتنش. در بعضی روایات بعضی صحابه شب بندگی کردگی همون شب جنازش کردگی مردر من کردن مکروه برادر جان. مسئله 701 همراهان جنازه پیش از گذاشتن میت به زمین نباید بنشینند. اینا دیدی علما میروه پیش همه بگیم که کرپچه را میپرتی اول مرده دزمین نموده بدا میشنه، این مکروه. و اگر عذر باشد نشستن مکروه نیست، یا رفته و چلاق باشه یا درمان باشه کسلمان باشه برای بشنه جگم نداره. مسئله 702 رفتن مردم در عقب جنازه مستحب است. اگر بعضی از جنازه جلوه بیرون باکی نیست. امورا میگه که در عقب جنازه مستحب است عقبش برن درسته. اگر بعضی از جنازه جلوه بیروان باکی نیست ولی همه مردم نباید از جنازه جلوه تر بیرن. شرط نیست که همه پیشکی برن، فقط همون کسایی که صاحبای میت هستن تا که قبر بینن که همه تیار شدگی مسئولی همو بگیم قشلاق هستن همو پیشکی برن دیگرو عقب. مسئله 703 ذکر کردن همراهان جنازه با آواز بلند یا دیگر چیز خواندن مکروه است. همراه میگه ذکر کردن همراهان جنازه با آواز بلند یا دیگر چیز خواندن مکروه است. از داخل ناله کردن همین چیزا مکروه است. مسئله 704 قبر به اندازه نصف قد حفر شود و از قد بیشتر نشود تا میونه. همه چقدر قبر تا میونه باشه. این همو آخر مو دالونه تا میونه میکنن با ایبر هم دالون با لحد میکنن همین تا میونه باشه. او جایی که مقصد با او میوروره و مقصد با کم میکنن یا چقرته میکنن او عذره یک او دیگه مسئله دیگه. لکن همین قبر باید قد همین میون کنده شود. اما میگه قدری بیشتر نشود، میگه تا همین میونه کنده شود. میگه نه میگه تا نصف قد حفر شود از قد بیشتر نشود. میگه مسئله 705 لحد کند از صندوق گذاشتن و یا شق نمودن، یعنی در وسط قبر لحد رو کند. عقب مرده با صدای بلند صلات جنازه میگن درست است استاد؟ ای صلات جنازه ها برای ای صلات جنازه میگن که مردم بیا جنازه خونی ای او گپای بیهوده تو رفتی ما را با که گذاشتی و چون چی بعد سر میکنن گپای بیهوده او وڑا میگه ای صلات جنازه میگوی که رنگ چخلی که از آن میگوی مردم با نماز دعوت میکنی همین تای. مثلا یه آدمی است که در نماز جنازه میخواد اشتراک نه هش باید تلفن باید چه اتصالات جنازه میگوی میگه مرده را آوردن میدوام میروم میگه. و یا شق نمودن، یعنی در وسط قبر لحد رو کندن بهتر است مگر زمین و ریزش داشته باشد که در این صورت گذاشتن میت رو با صندوق جایز است. انا دولتایی که مثلا میگه لحد کرده میشه شرطه که برای او را اول دالون مینن بعدا لحد میکنن. لکن در دولتایی هست که میکنن چپه میشه ایتر لحد کردن میشه هیچ راه نداره با برای او را صندوق میکنن با تخته ایتری رنگ چخلی که خریستیانو میکنن همتری میکنن میموننش یا اینکه همتیا چقری میکنن همون تخته میمونن بعدا میت با خوک بور میکنن درسته به خاطر که او دیگه عذر میشه. مسئله 706 وقتی که قبر آماده شد از طرف قبله میت رو داخل قبر کنند. همو لحده طرف قبله میکنند. از طرف قبله میت رو داخل قبر کنند و طاق یا جفت بودن نفرات سنت نیست. اما طاق یا جفت بودن نفرات سنت نیست. مقصد چند کس میدره همون مرده را میمونه شرط نیست. و در وقت گذاشتن میت با قبر گفتن این کلمات مستحب است. همون کسی که در لحد میمونه همین گپ بگه بسم الله و علی ملت رسول الله، بسم الله و علی ملت رسول الله. افسوس که امروز قبرکنای ما یک بی سوادی بی نماز هستند. کوشش کنه که عزیزان دل کسانی که مرده شما را میشوند آدمی نمازخوان باشند، قبر شما را میکنن آدمان نمازخوان باشند. خوش به حال هم محلهایی که همی کرور اهمیت میتن. مسئله 707 میت رو در لحد رو به قبله گذاشتن سنت است. میت رو در لحد رو به قبله گذاشتن سنت است. مقصد میت ای طرف قبله داخل کرده میشود لکن روش طرف قبله کرده میشه. ایتا برابر میشه. ایتا با پره خو میره با پرش میکنن روش طرف قبله میکنن. قبله گذاشته سنت است. رو به قبله گذاشتن سنت است. و گروه های نخایی که بر کفن بسته شده باز گردد. او ای پایون و بالای سر که کفن بستگی بدن
همو کوگری ها را چکار میکنن؟ هوی میکنن. مسئله 708 لحد با غشت خام یا گیل بسته شود، نه آجیر و چوب مگر در عذر. اینا دیدی؟ میگه همون دهن لحد که وقتی که محکم میکنی غشت خام باشد یا گیل گفته لویا میگن، نه آجیر گفته غشت پخته را میگن و چوب دهن همون لحد با غشت پخته یا چوب محکم نکنن در صورت عذر، مگر در صورت عذر هیچی غیر همون دیگه هیچی نباشه در حالت میتونن که بکنن. مسئله 709 در وقت گذاشتن زن در قبر پوشیدن قبر مستحب است. اگر زن داخل قبر میکنیم بالای همون قبر پرده پوش میکنیم که زن خودش محرم است. مسئله 710 ریختن خاکی که از قبر بیرون اومده مجددا ریختن شود و بیشتر از اون جایز نیست. همو قای خاکی را که از همو قبر داخل کردیم همو را چی میکنیم؟ او را چی نکنن با ای دیگه جو رفته خاک بیارن همو قبر بلند کنارن که مقبره تری نکنن میگن. مسئله 711 در وقت ریختن خاک مستحب است که از طرف سر شروع شود. مستحب است که همون طرف سرش همون طرف شروع کنن و مردم با دستهای خاک برداشته بریزند و در مرتبه اول منها خلقناکم، همون وقتی که همین افسوس که همین را اهمیت نمیتن، منها خلقناکم و در مرتبه دوم بگوید و فیها نعیدکم، در مرتبه دوم و فیها نعیدکم و در مرتبه سوم بگوید و منها نخرجکم تارة اخرى. سوره طه آیت 55. این آیه کریمه الله متعال چی زیبا میفرماید؟ منها خلقناکم، خدایا تو ما را از این خاک خلق کردی، و فیها نعیدکم و ما باز با درون همین قبر داخل به همین خاک داخل میشیم، و منها نخرجن تارة اخرى، باز فردای قیامت ما را چکار میکنی؟ راست میکنی، میپرسی، زنده میکنی. و فیها نعیدکم و گشت ما بدون همین قبر است، و منها نخرجن تارة اخرى که باز فردای قیامت ما را چکار میکنی؟ دوباره زنده میکنی. مسئله 712 بعد از دفن مقدار بر سر قبر ایستاده و برای میت دعا کردن مستحب است. بیستن همونجا چیکار کنن؟ دعا کنن مستحب است. همین دعا چیکار میکنن؟ اینا در بعضی جا قرائت قرآن میکنن، با بعض اختلافات است. در این باره ابو حنیفه رحمه الله در تاییس الامور علی قاری مکروه میگه، لیکن با قول شاگردانش همو حدیثی که در امام بیهقی است عبدالله ابن عمر همو را میگن که با که نداره بلکه مستحب است. مسئله 713 روی خاک های پوشیده آب مستحب است. با کمتر آب ریزن که همو سبززار کنه در علف کنه خوب است. مسئله 714 هیچ میتی را در خانه یا بینای مخصوص نباید دفن نمایند، زیرا این خانه خاصه انبیا است. یگام مرده را در یگام خانه چی نکنند؟ دفن نکنند. این کار فقط خاصه برای پیغمبر بود. مسئله 715 مربوع کردن قبر مکروه است. مربوع گفته همو مقبره میکنن و چی میکنن گل میدوزن، هم مکروه است. بلکه مستحب است صورت قبر مثل کوهان شتر به اندازه 20 سون بلند کرده شود. تا یک قبر عادیش میکنی خاکش میکنی که اوپوله شود بس. و از این بیشتر بلند کردن مکروه تحریمی است. اگر که با بلند کنه و به حشمتش کنه مکروه تحریمی ده میرود. خوبتر بهتر یک قبر عادی کنیم کسی نباشه. اینا جنت البقیع را نظر که صحابایی که الله اونا را وصف میکنه قبرش همش عادی هستن. مسئله 716 بعد از دفن بر قبر ساختن عمارت به قصد زینت حرام و به عنوان حفاظت مکروه است. همون را میگه که انا مسئله مهمی که امروز در همه تاجیکستان هست. بعد از دفن بر قیتری مقبره میکنن چی میکنن؟ چی ای به قصد زینت، ای کار حرام و به عنوان حفاظت مکروه است. حفاظت که گو مول میدره و تری آهن مینیش پنجرش میکنی چیز میکنه همین مکروهات داره، بلکه باید به همون حالی که قبلا بود گذاشته شود، در یک قبر عادیش کرده شود. یک قبر عادی اگر رفته و همون گو مول هم حمله میکند میره و میجقن همه را جزیر میکنن، همون را با پنجره نکنی آهن نکنی، یک چوب عادی قطع کنی، یک همون چوب عادی قطع کنی که همون حفاظتش کنه ان شاء الله که کفایه میکنه. در اینجا درس به انجام میرسم. پروردگار مهربان همه ما و شما را از این تعلیماتی که از این درسی که در اینجا برادرای خواهرایی که حضور کردن پروردگار مهربان ثواب و ثمره این درس رو در نامه اعمال ما و شما پروردگار مهربان نوشته بگرداند
و این مسئله که امروز در بابت مردن کفن کردن به روز از روزها ما مرگ میچشیم. یا الله مهربان پیش از آن که ما مرگ میچشیم پروردگارا از ما خوشنود باشی و با بهترین عملی که او را دوست می‌داری جان ما را قبض کن. و پروردگار مهربان روز از روزها ما خانه قبر میریم، پروردگار اون خانه قبر ما را پرنور بگردان. عملهای ناچیزی که ما میکنیم از بندهای گناهگارت پروردگار به درگاهت قبول بگردان. یا الله مهربان، یا الله مهربان، چگونه که حضرت عثمان رضی الله عنه نزد قبرها میرفت، گریه میکرد، آبی دیده میکرد، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم او را جنتی گفتگی بود، در حالی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت عثمان جنتی است، نزد قبرها میرفت میگریست. حالی ما امروز مسلمان ها چی میشود؟ پروردگار مهربان قبر مؤمنایی که از ما پیش سبقت کردن پرنور بگردان و ما را روز از روزها مرگ میچشیم. پروردگار سختی جانگیر و مشقت جانگیر بر ما آسان بگردان. والله مهربان قبر ما را پرنور بگردان، زوال منکر نکره بر ما آسان بگردان. یا الله این قبر بعضی ها را میچقب و بعضی مؤمن ها را نمیچقب. پروردگار به حال ما بنده های ضعیف رحم کن. پروردگار نظر به عمل ما نکن، نظر به رحمت و مغفرت خودت کن. ما همه بندهای عاجزی تاسیم، یا الله بر حال ما رحم کن. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب. اللهم حاسبني حساب يسر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصحبه برحمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.